مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه با نشر دو عکس از جای حادثه خبر داد که صبح بر وقت 2 سپتامبر سال 2022 تقریبا ساعت 0:35 دقیقه راننده ماشین تمغه کیا رقم قید دولتیش 2786 05 محمودجانوف امید که در شرکت سفر اوریون باعث راننده تاکسی فعالیت میکند هنگام حرکت در کوچه سعدی شیروزی از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به مانعه کنار راه برخورده است. در نتیجه سنجش معین گردید که حادثه مذکور از سبب خواب بردن راننده رخ داده. افت چپ شده است ولی خوشبختانه خود راننده صحت و سلامت بوده. تنها ماشین ضرر تکنیکی دیده است. وابسته به حالت مذکور مواد لازمی ترتیب داده شده. تحقیق جریان دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.